This is my first video. این ویدیوی اول منه. برای من شخصا یه مقداری بعد از عرضه بازی طول کشید تا من خیلی خوش اومدید. آقا قرار بریم 50 تا الفا پک دیگه با که با زحمتتون خوب باشه. توی این ویدیو می‌خوام یه نگاهی بندازیم به عمل. چطوری بچه‌ها؟ من فرشاد سایلت هستم. من کیانم و یه سالی که به یوتیوب علاقه دارم. شما هم خیلی راحت میتونید متوجه علاقه من به یوتیوب بشید اگه یه سری به اسکرین تایم گوشیم داشته باشین. یا خدا، علاقه من به یوتیوب باعث این شد که با کلی یوتیوبر خفن آشنا بشم. حالا به نظر شما من یه روز میشه بینشون دید برام کمک کنید؟ من میخوام تو جمع یوتیوبرها باشم، پس باید ویدیو بذارم، ولی نه ویدیو معمولی. من میخوام یه ویدیو بذارم با ایده خفن، ادیت خفن، کیفیت خفن، که اگه اینا رو هم جمع کنیم میشه ویدیو خفن. ببخشید. پس ما میخوایم یه ویدیو خفن بذاریم. حالا بعد این ویدیو خفن تازه کارمون شروع میشه. باید برای چنلمون هدفمندی کنیم که من تو پارت 2 همین ویدیو هدفمو میگم. بیایید بحث عوض کنیم. به جز اون 9 نفر هیچکی منو از قبل نمیشناخت و میخوام بدونم چی باعث این شد که ویدیوی منو ببینید. شاید بعضی بگن این، ولی نه. هر آدمی یه مدل دید داره و به من بگید که شما کدوم دید رو نسبت به تایمل من داشتید. شاید این، شایدم این، شایدم این و شایدم این خیلی خوبه و شایدم این. ولی من میخوام این دید رو نسبت به همه عوض کنم. من یه یوتیوبر تازه کارم و هیچ کس منو نمیشناسه و نمیخوام هر شخصی یه مدل دید رو نسبت به من داشته باشه مشخصا. برای همین این ویدیو رو درست کردم که بگم کیم و قراره چیکار کنم. سبکم چیه؟ تو یوتیوب سرچ کن امیکو، ویدیو آخر رو ببین. این ویدیو سبک منه و کیفیت این ویدیو هدفمونه. حالا بیایید بیرون. برو پایین، پایین‌تر. آها، اینم نقطه شروعمونه. اون لحظه‌ای که زدی رو ویدیو اومدی ویدیومو ببینی، فکر می‌کردی پارت 1 این زود تموم شه؟ پس بدون راه ما هم قرار نیست طول بکشه. راستی زود میاد. چی؟ ویدیو خفن. من میخوام قول بدم که تو سال دیگه به چیزایی که میخوام برسم. برای خودم 3 تا هدف آماده کردم که به ترتیب راحت به سخت شدنش الان براتون توضیح میدم. اولیش مانیتایز شدنه که زیاد سخت نیست، پس تا سال بهش رسیدیم. دومین هدفی که برای خودم آماده کردم 10 تا یوتیوبه که اینم زیاد سخت نیست، پس بهش میرسیم. و چیزی که از همه اینا سخت‌تره، یعنی چیزی که من واقعا دوست دارم بهش برسم، ریاکت انگلیزی، یعنی یک از ویدیوش من ریاکت کنیم واقعا سخته. هدف من برای این گذاشتم که باید به یه حدی برسی که انگلیزی بیاد ویدیو تو ریاکت بره. برای رسیدن به اینا من کلی برنامه دارم که یکیشون 10 تا ویدیوی بلند با ایده خفن و 20 تا ویدیوی کوتاه اونم با ایده خفنه. رو هم میشه 30 تا ویدیو و اگه من اینا رو تا سال دیگه تموم کنم و همه رو داخل کانال قرار بدم، احتمال زیاد به یکی از اون هدف‌ها رسیدم که این خودش خیلی خوبه. برای اینکه هم به خودم هم به شما ثابت شه که این دفعه واقعا قرار این چنل به تکنولوژی قرار نیست ولش کنیم، بس همین الان پیش به سوی ویدیو کوتاه. الان که الان ساعت 5 شب فردا میگیم. ویدیویی که میخوایم بگیریم از این قراره که باید به طور خیلی اتفاقی $1 پیدا کنم. من باید کارهایی مثل غذا، حمل و نقل، تفریح و توی یه صبح تا شب با این $1 انجام بدم. که بعد دیدن قیمت $1 به این نتیجه میرسیم که شکست خوردیم. تعطیلات تابستون چیز خیلی خوبه ولی من ازش خوب استفاده نکردم. تو این 3 ماهی که فرصت داشتم 2 ماهش رو هدر دادم به شکلی که دیدید. تو این 30 روز قرار 6 تا ویدیو بگیرم که 3 تاش ویدیو بلنده و 3 تاش ویدیو کوتاه. برای 3 تا ویدیو بلندم هیچ نگرانی ندارم چون همشون آماده است، فقط باید انتخاب کنم کدومو بگیرم. ولی اگه بخوایم ویدیوی شورت رو نگاه کنیم یا همون ویدیو کوتاه، واقعا کم ایده دارم، شاید هم هیچ. توی این 30 روز قرار نهایت استفادهمون رو از این تعطیلات تابستون رو بکنیم
و 3 تا ویدیو که قراره شورت بگیرم، 3 تا هم شلوار. با این ویدیو بلند و ویدیو کوتاهی که دیروز گرفتیم رو هم میشه 8 تا ویدیو که خوبه دیگه. برای تعطیلات تابستون 8 تا ویدیو خوبه. اینم از این ویدیو بعدی قراره زود بیاد، پس منتظر بمونید.